تو هم جز اون دست آدمایی هستی که هنوز با ونتیج کار نمیکنن؟ پس قطعا نمیدونی چه بلایی سر دنیای رندرینگ اومده. ونتیج همون موتور رندریه که با امکانات ویژه و سرعتی که داره به سرعت جای خودش رو تو دنیای رندرینگ باز میکنه و جای موتور رندرهای سی پی یو بیس رو میگیره. بریم با هم بررسیش کنیم و ببینیم دقیقاً از پس چه کارهایی برمیاد. ونتیج یکی از نرم افزارهای کمپانی کیاس هست که شما اونو احتمالاً با نرم افزارهایی مثل کرونا یا ویری میشناسیدش. حالا تفاوت ونتیج با بقیه نرم افزارها چیه؟ ونتیج در واقع یک نرم افزار ویژوالیزیشن و ریل تایم رندرینگ هست که به ما این اجازه رو میده که یک صحنه سه‌بعدی رو با کیفیت خیلی بالا به صورت تعاملی مشاهده کنیم. حالا این یعنی چی؟ فرض کنید یک پروژه معماری رو توی نرم افزار سه‌بعدی مدل کردید. حالا تو مرحله رندرید و تصمیم میگیرید که نور خورشید رو زاویه‌اش رو تغییر بدین، زمان روز رو عوض بکنید یا اصلا از یک متریالی خوشتون نمیاد میخواید عوضش کنید. اگه شما بخواید این کارا رو توی یک ورکفلو معمولی انجام بدید، شاید که مجبور بشید چندین بار پریویو و رندر بگیرید تا بتونید نتیجه رو ببینید. اما خب چیزی که ونتیج روش تمرکز کرده اینه که شما بتونید به صورت ریل تایم و همون لحظه و آنی تغییرات رو داخل صحنه ببینید. حالا نکته مهم اینجاست که ونتیج برای نمایش ریل تایم از ری تریسینگ استفاده میکنه. بنابراین ما با این محیط ساده طرف نیستیم. یعنی شما میتونید سایه ها رو، انعکاس ها رو، متریال ها رو با کیفیت خیلی بالا تو لحظه بررسی کنید. این موضوع برای معمار طراح داخلی خیلی اهمیت داره، چون سرعت یکی از فاکتورهای خیلی مهم توی طراحیه. حالا شما تو ونتیج میتونید در آن واحد تصمیمی که میگیرید رو اجرا کنید. میخواید متریال‌های مختلف رو تست کنید، میخواید زاویه خورشید رو تغییر بدید، ببینید از کدوم سمت بهتره، یا اصلا کادر دلخواهتون رو در آن واحد میتونید تغییر بدید تا پیداش کنید. به همین دلیل ونتیج میتونه تو بخشایی مثل طراحی داخلی، بررسی و ارائه پروژه ها، ساخت انیمیشن و واکتورو کاربرد خیلی زیادی داشته باشه. خب حالا یه سوال مهم مطرح میشه، این که ونتیج دقیقاً چه تفاوتی با ویری و اینسکیپ و کرونا و اینا داره؟ و سوال مهمتر این که اصلا اومده جایگزین اینا بشه یا اصلا هدفش چیز دیگه ایه؟ برای اینکه جواب این سوالو بهتر متوجه بشیم، اول یه نگاه کوتاهی به ورکفلوی ونتیج بندازیم. پس بریم داخل نرم افزار رو ببینیم چی به چیه. در حال حاضر جدیدترین ورژن ونتیج هست 3.3.1 که برای رفع باگ‌های ورژن 3.3 اومده و خب در حال حاضر این جدیدترین ورژنش هست. این محیط کاری ونتیجه که برعکس بعضی از موتور رندرها اصلا محیط اونقدر شلوغی نداره و بیشتر تمرکزش روی ویوپورت و مدیریت صحنه است. حالا اینجا اگر که بیایم از این قسمت حالا مثلا یک HDRI براش انتخاب کنیم، این صحنه ای هست که شما به این صورت خیلی راحت میتونید توش واکتورو انجام بدید یا به این صورت توش راه برید با سرعت، در حالی که مثلا دارید موس رو میچرخونید، به این سمت میرید، حالا میخواید از این زاویه نگاش بکنید، برید از این سمت، مثلا برید داخل رو نگاه بکنید، بیاید پایین، برید داخل دوباره با سرعت شیفت رو نگه می‌داریم با سرعت. حالا من اینا رو کاملا بهتون توی ویدیوهای آموزشیش میگم. الان میخوام بهتون نشون بدم که تفاوتش با مثلا موتور رندرینگ مثل ویری دقیقاً چیه. این محیطیه که داره. خب حالا اگه بخوام یه چیز جالب توی ونتیج نشونتون بدم، اینه که مثلا من الان توی این صحنه یه دونه ایجاد میکنم، یک صحنه رو. خب من اینو پین کردم ونتیجو که روی صفحه باشه، من هر کاری میکنم. الان این ماشین رو من توی صحنه تیردی مکسم مووش میکنم به این سمت. نگاه کنید توی محیط ونتیجم همون آپشن ریل تایمیه که دارم بهتون میگم. هر تغییری انجام بدید به صورت ریل تایم دارید نگاه میکنید. حرکت این ماشین رو شما دارید الان میبینید به صورت ریل تایم. من هر حرکتی میدم به صورت ریل تایم میتونید توی محیط ونتیجتون ببینید. خب من یه سری چیزای کلی الان از محیط ونتیج بهتون میگم، اما خب جزئیاتش رو توی جلسات آموزشیمون رو که شروع میکنیم اونجا بهتون میگم که دیگه واقعا هیچ سوالی براتون باقی نمونه که چجوری یه رندر خیلی رئال و با جزئیات اونم خیلی سریع داشته باشید.
خب ما یه پنل این ور داریم، سمت چپ سمت راست و یه پنل هم بالا داریم. اولین قابلیتی که بهتون میگم اینه که شما میتونید پاز بکنید این حالت ریل تایمشو. حالا میخواید برید توی 3D Max مثلا یه سری تغییرها انجام بدید، نمیدونم اینو موو کنید، نمیخواین ریل تایم نگاه بکنید، اینو پاز میکنید که سیستمتون خیلی درگیر نباشه. بعد که دوباره میخواید ریل تایم کار کنید، این رو پلی میکنید و کارتون رو دوباره شروع میکنید. ما تو این قسمت تنظیمات مربوط به دوربینمون رو داریم، کالر کارکشن رو داریم که اینجا حتی یه قابلیت خیلی جذابش LUT ها یا لات ها هستن که میتونین بهش اضافه بکنین چیزایی که دارین. این بهش یه تم و استایل جالب میده، حتما تو بعضی کاراتون باید ازش استفاده بکنید، خیلی چیز جالبیه. کلا اینجا مربوط به کالر کارکشن کاراتون هست و رندر ستینگ رو اینجا داریم. این قسمت کلا مربوط میشه به تنظیم انوایرمنتمون، کنترل متریال هامون، نور و انتخاب HDRI های صحنمون که هرچی شما داشته باشید و دانلود کرده باشید و قبلا ازش استفاده کرده باشید اینجا توی این ریسنت ها میاد براتون. حالا باز فایل های جدید هم میتونید بهش بشناسونید. این کلا از محیطی است که شما وقتی که ونتیج رو باز میکنید باهاش مواجه میشید. خب حالا بیاید با هم یه سری از نمونه رندرهایی که با ونتیج گرفته شدن رو ببینیم. اینم یه نمونه رندر که با ونتیج گرفته شده و صحنه کاملا با 3D Max مدل شده، همه چی چیده شده و توی ونتیج به صورت ریل تایم چک و بررسی شده تا به این رندر برسیم. یا اینجا مثلا کادر رو مربعی کردیم، مثلا برای پست اینستاگرام بوده که حالا با نورهای مختلف تست و بررسی کردیم و در نهایت رندرهامون رو گرفتیم. خب حالا که فهمیدی ونتیج چی و دقیقاً چی کار میکنه، این نکته رو باید بدونی که یادگیریش هم مثل آب خوردنه که ما قراره تو ویدیوهای بعدی با هم یادگیریش رو شروع کنیم. پس اگه از این ویدیو خوشت اومد لایکش کن، نظرت رو حتما برام کامنت کن، زنگوله رو فعال کن که ویدیوی بعدی رو از دست ندی.